محترم اگه گلاتو چیدی عروس خانومو میگم گلابت هم گرفتی تکلیف ما رو بالا غیرتن روشن کن. ما 2 تا مجلس دیگه داریم بعد به اونم برسیم دیر میشه صداشون در میاد. اگه واقعا ببین به دلت هست که زن این بابا بشی از الان هم گفته باشم این بابا آدم همینه هرچی همینه حاضری زنش بشی یا نه؟ عروس خانم رفتن گلاب بیارن. ببین عروس خانم شب شد کار زندگی داریم. اگه همه کاراتو کردی دیگه قرفر دیگه این نمونده واسه بار آخر میخوام سوال کنم. بپرسم؟ جون ننت صدات نیومد. بپرسم؟ بگو جون ننت بگو نه. حاضری؟ بله اجازه پدر مادر من بعدن میگیرم. بنوازید. چیچیونا با برو خانوادگی ما بازی میکنی خجالت نمیکشی؟ این خانم کی گفتن نه؟ گفتن بله از این بهتر. خواهش میکنم شما ماسمالی نکنین. بنده خودم اینجا وایساده بودم که گفتش نه من گفتم بله. گفتن بله ولی معلوم بود ته دلشون صاف نبود. مزخرف چرا میگی آقا؟ جنابالی صافکارین؟ آقا من اصلا احساس میکنم هنوز با هم تفاهم نداریم. بله آقا اینا با هم تفاهم ندارن زندگیشون نمیشه. خانم محترم شما هم دیگه دارین بهونه میگیرین ها؟ ای بابا سگ صاحبشو گم میکنه. سر صدا چرا رو انداختین؟ امضا باید کنید. تو منو دست انداختی؟ نه بابا. با من بازی میکنی؟ وقتی جسد بابا جونت انداختم جلوت وقت مثل سگ پشیمون میشی. بعد نشون میدم. تو میخوای عروسی پسر منو به هم بزنی؟ تو حالا کجا بودی؟ تماشا کن کجا بودم. تو اینجا چی کار میکنی؟ حالشو ببر.